می نویسد. شما مادران و بانوان ارجمند و خواهران و دختران عزیز، کوشش نمایید که نعمت بی‌بهای زندگی مردم تاجیکستان، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را مثل گهورک چشم حفظ کرده نسل‌های نورس را در همین روحیه و کمال رسانید. در ذهن و شعور فرزندان حس بلند ملی و انسان دوستی را جای نمایید. در قلب آنها شعله وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت و محبت را نسبت به وطن مادر فروزان سازید تا نورسان و جوانان امروزه نامبرداران آینده این وطن محبوب و خاک مقدس نیاگان خویش باشند. در فرهنگ چندین هزار ساله ما مفهوم‌های وطن و مادر با همدیگر توأمند، همسنگ و هم معنای یکدیگرند و ارزش برابر و بلند دارند. از این رو در رویه وطن دوستی تربیت نمودن فرزندان معنای تربیت کردن آنها در رویه احترام به مادر را دارد. تازه و آزاد نگاه داشتن وطن و آباد نمودن و احتیاط کردن آن برابر با احترام و احتیاط کردن مادر است. زیرا بزرگی و شهامت و مهربانی و محبت مادر نور تابنده و اختر روشنی بخش حیات انسانیت می باشد. شما مادران و بانوان عزیز در خاطر داشته باشید که ما جوان مردان یعنی فرزندانتان شما را صدقاً دوست می‌داریم، گرامی می‌داریم و در حق شما غمخواری کردن را قرض فرزندی، وظیفه جانی و رسالت جوانمردی خود می‌شماریم. با استفاده از فرصت تمام هموطنان عزیز و پیش از همه جوانان و مردان و فرزندان را دعوت می‌نمایم که مادران خود را برابر جانتان دوست دارید. نسبت به آنها در وقت زندگیشان مهربان و غمخوار باشید. عزت و حرمتشان را همیشه و در همه حالت به جا آورید. هرگز آزارشان نرسانید. نگاهی پر از مهر و شفقت و دست کمک و غمخواری را از آنها دریغ ندارید. فراموش نکنید که ما اگر تمام عمر به مادر خود خدمت کنیم، رنج بیدارخوابی یک شبه او را جبران کرده نمیتواند. همچنین در یاد داشته باشید که مادر نه فقط در روزهای جشن بلکه همیشه به مهربانی و غمخواری احتیاج و حق دارد، چون که مادر برای انسان هر روز و همیشه مادر است. یا روز هشتم مردی ما حرمت و احترام شیر سفید مادر، رنج و بیدارخوابی ها و نوازش و مهربانی های او را همیشه پاس می داریم و زحمتی را که برای به کمال رسانیدن ما کشیده است هرگز فراموش نمی کنیم. بار دیگر کل مادران و بانوان و دختران عزیز کشور و همه شما حاضرین گرامی را به مناسبت جشن فرخنده بهار و زیبایی و صداقت و محبت یعنی روز مادر صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما پیش از همه سلامتی،
در خاندانتان مهر و محبت، خوشبختی و روزگاری آباد و آسوده آرزو می‌نمایم. روز مادر مبارک باشد مادران و بانوان و خواهران و دختران عزیز.
پر میکشد بر آسمانی مادران. در وجودی هر کسی باشد نشاطی زندگی شعله باقیست از جانی جوانی مادران. در جهان هر ملت نام نشانه داشته باشد آن نام نشانش از زبانی مادران. باشد آن نام نشانش از زبانی مادران.
بفرما نی دلم ای دل بفرما
لبت پرخنده باشد، گلی رویت شما تابنده باشد. برای زحمت بر من کشیدی، به پایت سر نهم ارزنده باشد. آبرویم اعتبارم مادرم، شه ستون روزگارم مادرم. کوکبی بخت جهان آرای من، آفتابی نوربارم مادرم. آچه دستانی تو دائم به دعا، آچه آرنگی رخت حرف خدا. زیر این چرخ فلک هیچ گه نشوم کاش من از آچه جدا. آچه قربانی تویم، نیمه جانی تویم. آچه ای آچه جان، گردی دامانی تویم. خسته ای لیک نمیگویی به کس، تا به معراج سرانجام نفس. به تو ای آچه که خسته من، این جهان تنگ تر از حجم قفس. آچه قربانی تویم، نیمه جانی تویم. آچه ای آچه جان، گردی دامانی تویم. بود رنگ بهاران رنگ مادر، بود آهنگ دل آهنگ مادر. جوان مردی مردان می شود سر، ز ناموس و ز عار و ننگ مادر. بلندی در این عالم نباشد، بلند از قله فرهنگ مادر. زنان را گرزیدانیش زیوری هست، امیدی روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. زندگی زیبا و رنگین با دعای مادرم، دیدم نور خدا را در لقای مادرم. و چه شیرین و گواراست الگوی های او، خویشتن را یافتم من از صدای مادرم. تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یکتای مادر. زمین و آسمان، خورشید و مه، مادر وطن از آن عزیز هستند که به همتا و یکتایند. هر آنچه بیش از یکتا بود چندان مقدس نیست. تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یکتای مادر. ایا ای آفتابی نور بخشی کشوری تاجیک، نگینی پرجلای تاج ملت گوهری تاجیک. تو زادی رودکی و بو علی سینا و فردوسی، توی دیباچه شعر و کتاب و دفتری تاجیک. سلامت باش و فرخنده به بخت و نصرت ملت. ثنا بادا ثنا بر تو، ثنا ای مادری تاجیک. فریدون و تهمتن زاده و نسل شاهان را، بشیری پاک پروردی تو این مردان میدان را. بدادی بهر بخت ما تو خورشید به این عالم، بزادی پیشوای بی بهای تاجیکستان را. شکوه نوبهار و
معنی زیب و فری تاجیک، ثنا بادا ثنا بر تو، ثنا ای مادری تاجیک. در خیال روی مادر اشک از خود چکیدم، حسرت دارم جگر سو